الله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغ إلينا دعوته بالحق واليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاهدين والشاكرين والصادقين والعاملين. حضار نهایت گران قدر، مسافدان، بزرگواران، جوانان و نوجوانان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را سپاسگزار هستم که بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان و بزرگواران قرار دارم. اینک لحظات با شما هستم پیرامونی مفهوم صلح و امنیت و آرامش. عزیزای نهایت گران قدر، ماه هاست که زمزمه ها و آواز صلح به گوش فرزندان این کشور و اتباع این دولت طنین انداخته است. با منافقتتان، با لجاجتتان، با خیانت بزرگتان، هم به خدا، هم به ملت، هم به دین، این روزنه را مسدود نکنید، این روزنه را بند نسازید، بگذارید تا مردم دمی در صلح، دمی در آرامش، دمی در امنیت، دمی در زندگی انسانی عمر بسر کنند. یعنی انسان من حیث انسان بدون دستور شرع نارواست. مگر ما انسان نیستیم؟ مگر ما در روی کره زمین حق امنیت و حق زندگی نداریم؟ به خاطر اینکه تو جناب همیش بالای گرده های مردم سوار شده و از چنین سوژه ها استفاده کرده و از خلاهای مردم استفاده کرده، تو بیایی بر مردم حکم روایی بکنی، همیش در عیش و نوش و نعمت و در این مسائل باشی و مردم در زجر و ذلت و زحمت و خواری و در بدر. تا به کی؟ بدان وعده خداست، بدان وعده خداست که حتما خداوند مسلمان پیروز میکنه. مسلمان موفق میشه با صبرش، با مقاومتش، ولو مقاومت منفی هم باشه، بالاخره پیروز میشه. با سکوتش حتی پیروز میشه. اما تو روسیه خواهیم، زمستان میگذرد، روسیاهی به زغال خواهد ماند. پس بناهن اگر واقعا فرزند این میهن هستی، اگر واقعا طرفدار صلح و آرامش هستی، به هر چیزی که باور داری، به خدا باور داری، اگر مسلمانی یا به بودا باور داری، اگر هندویی یا به چی باور داری، به هر چیزی که باور داری، به همون معتقد و باورت تو را قسم میدم دیگر چنین مسائلی که تفرقه ایجاد کنه، مسائلی که ملت پاشان کنه، مسائلی که ملت در بدر کنه، دیگر چنین مسئله را ایجاد نکن. خلق از هم جدا نساز، ملت را توته توته و پارچه پارچه نکن. ملت همه یک، فرزندان آدم، بندگان خدا، امتیان رسول الله صلی الله علیه و سلم و انسان من حیث انسان در روی یک کره زمین زندگی دارد. هیچ کس نزد خدا
برتری ندارد مگر به دانش و تقوا. امروز ما که در بدریم از دست خودمان در بدریم، از به علمی خودمان در بدریم. اسلام گفت خلافت، ما خلافت خودمان گرفتیم، عرب و عجم یک جشتیم از بین بردیم با دکته دشمنا، با دکته شیاطین، با دکته فراعنه عصر. اسلام دینی کار است، دینی زحمت است، دینی تلاش است، دینی سیاست است، دینی اقتصاد است، دینی نظام است، دینی همه چیز است. ولی وا اسفا که فرزندان نالایق و بی‌درایت اسلام نتانستند که امی هویت واقعی اسلام را حفظ بکنن، دستخوشی به اصطلاح گرگان و ددمنشان تاریخ شدن و تعداد را یکی سپورت میکنه و تعداد را بلوک شرق و تعداد را بلوک غرب و تنازعی که فتفشلوا و تذهب ریحکم، قوتتان از بین، صلابت از بین رفت. بار دیگر من حیث یک مسلمان، من حیث یک فرد ای کشور، برای فعلا ملت افغانستان، مردم افغانستان با یک مثلث سه ضلعه تبدیل شدن. رک و راست میگم، نه از کس ترس دارم نه هراس، فقط به خاطر رفع مسئولیت و احساس وطن دوستی و احساس خدا باوری و احساس مردم دوستی حرف میزنم. یک، ضلع طالبان امارت اسلام. دو، ضلع دولت آقای اشرف غنی رئیس جمهور. سه، ضلع حکومت همه شمول جناب آقای دکتر عبدالله. فعلا ملت افغانستان به این سه ضلع تقسیم شده. ملت در این سه ضلع فل جمله در هر ضلع ملت وجود داره. پشتون هم وجود داره، ازبک هم وجود داره، فارسیبان هم وجود داره، ترکمن هم، قزلباش هم، هر گروه در هر سه ضلع وجود داره. اما چیزی به نام صلح مانند توپ فوتبال در بین همین سه گروه برای فعلا آمده. عرض کردم که برای فعلا یک روزنه پیدا شده، یک امید پیدا شده، یک امید آمده. اگر خداوند جل جلاله یمن و نصرتش شوه، کمک و همکاریش شوه، الطاف بی پایانش شوه که از این فرصت طلایی، از این خلا و از این وقت سران ما، بزرگان ما به خر خود سوار نشوند و این را قایم نگیرند که مرغ ما یک لنگ داره. برای خدا از خدا بترسند، یک چیزی از شأنشان پایین بیایند، یک چیزی از خواهشاتشان پایین بیایند، یک چیزی از هوا و هوس و مسائلی که بسر دارن پایین بیایند. از بالا و کاخ یک بار ملت را در زمین ببینند، به حالت ملت توجه بکنند. یک بار از فرهنگ یک مرغ ما یک لنگ داره تیر شوند. فرهنگ ایثار، فرهنگ خودگذری، فرهنگ فداکاری، فرهنگ گذشت، فرهنگ ترجیح دیگر. اگر اسلامی، اگر مسلمانی از خدا، از قرآن، از دین، از صحنه‌های نبرد و پیکار اصحاب گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم بیاموز، یاد بگیر. در جنگ احد چندین نفر به شهادت رسید. شهدا را پی هم، یک پی دیگر شهدا را ردیف کردند. خواهر یک شهید مشک آب دشانیش و جام آب در دستش آمد بالای جسد برادرش که آب برای شهید بتره. میدانین این شهید بزرگوار، این ابرمرد تاریخ، این شاگرد مکتب به ذات توحید و رسالت چه میگه؟ میگه من خوب ترم، به برادر بعدیم تشنه است.
به او عطف توجه کن. به او میره این خواهر نازنین صحابیه گران قدر، او میگه به اندیوال پهلوی من، او به پهلویش، او پهلویش تا 18 نفر ردیف میشه که میرسه به اوجه. پس میگرده میایه که برادرش جام شهادت نوشید، از دنیا رفت. همسایش حلم مجرا یک نفر از این ردیف یک جرعه آب ننوشیدن، از دنیا رفتن، ولی هم نوع خدا، ولی برادر خدا، ولی جنس خدا به خود ترجیح دادن. بناهن خدای برتر و توانا در مورد تقدیر ایشان، در مورد ارجگذاری به مقام ایشان میفرماید که شما باید ارجگذاری بکنید و مقام شامخ و مقام بزرگ صحابه گران قدر پیامبر و شاگردان مکتب توحید و رسالت را بدانید و بفهمید که میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اصحاب گران قدر پیامبر، یاران گران قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی هستند که یؤثرون ترجیح میدهند دیگران را علی انفسهم بر نفس خودشان، ولو کان بهم خصاصه، اگرچه به ایشان زلزله مرگ، زلزله جان کندن باشد، باز هم دیگران را به خود ترجیح. ما از اصلاع ثلاثه حکومت اسلامی، امارت اسلامی، حکومت همه شمول، سران این سه گروه میخواهیم که از عقل، از خردگرایی، از دانش، از چهار طرف همسایه ها را دیدن برای خدا یاد بگیرین، به خود بیاین، دیگر به بالای زخمه های این ملت و این میهم نمک پاش ندهید، بلکه عوض نمک برای جرحها و زخمهای این مردم و این ملت مرهم بگذارید، نه نمک، مرهم بگذارید نه ناسور، تا اینکه این جرحها التیام پیدا بکنند. بیاین من حیث یک افغان، من حیث یک دردمند، من حیث یک درد دیده برای خدا بس کنید، دیگر دشمن شاد نکنید، با آسیاب دشمن آب نریزید، دیگر اطفال را، یتیم و زنان را بیوه نکنید. بس از جنگ، بس از برادر کشی، بس از مسلمان کشی، بس از افغان کشی، بس از. تکرار میکنم، بهترین فرصت است، بهترین موقع است ورونو دغه برخه او دغه موقع او دغه فرصت او دغه وقت چې تاسو ته ملاو سوی دی، دا وقت طلایی وقت ده، دا چانس طلایی چانس ده. دولت تا ته وایم، همه شمول دولت تا ته وایم، د اسلامی امارت طالبان تاسو ته وایم، ټول سره یو سئ، د خدای نه ویریږئ، د الله نه ویریږئ. نور د دې ملت وینه مه تویوئ، د دې ملت د ځوانانو وینه مه تویوئ، د دې ملت د ماشومانو وینه مه تویوئ. د دې ملت وګړي استومانه سوی دي، استومانه دي، نور توان نلري، نور طاقت نلري، نو د خدای نه ویریږئ. دغه موقع که د یهود لخوا په لاسه سوی دی، که د نصارا لخوا په لاسه، د هر چا لخوا چې په لاسه سوی دی، دغه موقع زمونږ ملت ته طلایي موقع ده، زمونږ وګړو ته طلایي موقع ده. بیا راځئ چې له دې موقع نه ستره استفاده وکړو، ستره یو بل ومنو، یو بل وزغمو. تر کله، تر کومه وخته پورې مونږ یو په بل باندې دښمني وکړو؟ تر کله پورې، تر کومه وخته پورې؟
اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجعل عواقب كل امورنا بالخير. پروردگار دنیا اسلام عزت و سربلندی نصیب بفرما، مسلمانان را اتحاد اتفاق نصیب بفرما. خدایا این موقعی که برای مردم افغانستان به دست آمده و زعما، رهبران و قائدین افغانستان درک سیاسی، درک والای سیاسی اجتماعی نصیب بفرما. پروردگار از این معضل و مشکل ان شاء الله به صورت قناعت بخش و درست بیرون بیاین. خدایا پروردگار کشور ما را از حالت بیرون بساز. اتحاد، اتفاق، وحدت، همبستگی نصیب همه جریان ها و احزاب سیاسی نصیب بفرما. کسایی تقاضای دعا کردن پروردگارا، همه کسایی که تقاضای دعا کردن، ما خود ما حاجت ها داریم، مشکلات داریم، پروردگارا حاجت های ما را برآورده خیر بساز. حلال مشکلات است، مشکلات ما را حل بفرما. اله العالمین پر همه ما را دنیا و آخرت ما را خوب بگردان. دیدار خودت، شفاعت حبیبت، جنت الفردوس نصیب بفرما. و عزت لا اله الا الله.